به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. هیچ بشری را سزاوار نیست که خدا به او کتاب و فرمانروایی و نبوت عطا کند، آنگاه به مردم بگوید بندگان من باشید نه بنده خدا، در حالی که سزاوار است مردمی ربانی باشید، همچنان که کتاب خدا را می آموزید و درس می گیرید. کتاب خدا به شما دستور نمی دهد که فرشتگان و پیامبران را به عنوان خدایان برگزینید، مگر ممکن است شما را به کفر دستور دهد، آن هم بعد از آن که تسلیم حق شده اید. و به یاد آرید هنگامی که خداوند از پیامبران پیمان گرفت، حال که شما را از کتاب و حکمت بهره‌مند کردم، به پیامبری که به سویتان می آید و آیین شما را تصدیق می کند ایمان بیاورید و یاریش کنید. و خدا ادامه داد: آیا اقرار کردید و عهد مرا پذیرفتید؟ همگی گفتند آری، اقرار کردیم. و خدا گفت: پس گواهی دهید، من نیز همراه شما گواهی می دهم. پس هر کس از این به بعد نافرمانی کند بدون شک از زشتکاران بدنیت است. آیا دینی بغیر از دین خدا می خواهند؟ حالان که در حقیقت هر که در آسمان ها و زمین است، چه بخواهد چه نخواهد، تسلیم خداوند بزرگ است و همه به سوی او باز می گردند. بگو ما به خداوند بزرگ و آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و فرزندانش و نیز به آنچه به موسی و عیسی و پیامبران از سوی پروردگارشان داده شده ایمان داریم و هیچ فرقی بین آنها نمیگذاریم، زیرا ما تسلیم محض امر خداییم. و هر کس غیر از تسلیم بودن در برابر خداوند دینی برگزیند، هرگز از او پذیرفته نخواهد شد و قطعاً او در آخرت از زیان دیدگان خواهد بود. چگونه خدا قوم کافر و ناسپاس را هدایت کند، در حالی که قبلا ایمان آورده و گواهی داده بودند که پیامبر حق است و دارای دلایلی روشن است؟ بدانید خداوند بزرگ قوم ستمکار را هدایت نمی کند.